سلام به شما، خوش اومدید. امروز قراره یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به روابط و شخصیت‌ها توی اون گفتگوهایی که از برنامه عشق ابدی داریم. میخوایم ببینیم پشت این حرفا و برخوردها واقعاً چی میگذره. سلام. دقیقاً، یعنی فراتر از اون لبخندها یا اخمهای اولیه میخوایم الگوهای رفتاری رو بکشیم بیرون، ببینیم این تنش‌ها، این سازگاری‌ها از کجا میان. آره، و اینکه چطور با هم کنار میان یا نمیان خیلی چیزا رو لو میده دیگه. در مورد شخصیتشون، انتظاراتشون. خب از کی شروع کنیم؟ علی و ماهرخ چطوره که از اولش انگار یه میدون جنگ کوچیک بود بینشون؟ آره، انتخاب خوبیه. پر از تنش بود، مخصوصا سر اون قضیه ایمان فعال که علی هی تکرارش میکرد. آره، هی میگفت و انگار ماهرخ اصلاً با این شوخی یا هر چی که بود حال نمیکرد. حال نمیکرد که هیچ. ببین واکنش کلامیش خیلی تند بود، با پشت دست میزنم تو دهنت. این دیگه شوخی نیست. نه واقعاً خیلی مستقیم و خب پرخاشگرانه بود. دقیقاً. ولی این چی رو نشون میده ماهرخ یه مرزی داشته که علی با اون اصرارش به نظر ماهرخ ازش رد شده. اون دنبال چی بود؟ آرامش، احترام، ولی رفتار علی رو زیادی فعال، شاید حتی آزاردهنده میدید. پس یه تضاد شخصیتی خیلی واضح اینجا داریم. علی احتمالاً فکر میکرده داره ابراز علاقه میکنه یا بامزه است. احتمالاً. ولی برداشت ماهرخ این نبوده. اینجاست که میبینی چقدر درک متقابل مهمه و چقدر راحت میتونه سوء تفاهم پیش بیاد. یکی برونگرا و شاید کمی بی‌ملاحظه تو ابرازش، اون یکی دنبال یه فضای آرومتر و محترمانه تر. خب حالا نقطه مقابل اینها کی بود؟ امیر و سودا. درسته؟ آره، سودا. این دوتا به نظر خیلی آروم میرسیدن، خیلی هماهنگ. اون زوجی که اولش همه میگن وای چقدر به هم میان. یه جورایی زوج ایدئال اولیه بودن انگار. ظاهرشون که این بود. ولی خب یه نکته‌ای هست. اینا خیلی تو لاک خودشون نبودن، کمتر با بقیه تعامل داشتن انگار. چرا؟ یکم اینجوری به نظر می اومد. این میتونه خوب باشه، یعنی تمرکزشون رو همه. ولی میتونه یه معنی دیگه هم داشته باشه. شاید یه جور فرار از چالش، یا اینکه اون شور و حرارت اولیه، اون هماهنگی ظاهری چقدر واقعیه. یعنی میگی ممکنه سطحی باشه؟ ممکنه، نمیگم حتما هستا، ولی این احتمال وجود داره. گاهی این آرامش بیش از حد نشونه اینه که هنوز وارد مسائل عمیق‌تر نشدن، یا شاید نمیخوان بشن. باید دید در ادامه چی میشه. جالب این زاویه دید. خب بریم سراغ نگار و سیاوش. اونجا بحث اختلاف سنی بود که نگار مطرح کرد. 3 سال. آره، نگار یه جورایی تردید داشت. میگفت پسرای کوچیکتر از خودش به بلوغ فکری رسیدن یا نه. خب 3 سال واقعا اینقدر تفاوت ایجاد میکنه تو بلوغ فکری؟ این دقیقاً سوالیه. آیا واقعاً نگرانیش همین 3 سال بود، یا این یه پوشش بود برای یه چیز دیگه؟ یه عدم تطابق عمیق‌تر که شاید نمیتونست یا نمیخواست اسمشو بگه. یعنی یه بهونه دم دستی؟ میتونه باشه. ببین، بلوغ فکری که فقط به سن نیست. تجربیات، شخصیت، محیط، همشی تأثیر داره. اینکه اینو فقط به سن ربط بدی یکم ساده انگارانه است. درسته، شاید هم یه پیشفرض ذهنی داشته کلاً در مورد پسرهای کوچیکتر. دقیقاً، یک کلیشه شاید. و این خطرناکه تو شناخت آدما، اینکه بر اساس یه عدد قضاوت کنی. کاملاً. زوجهای دیگه چی؟ شاهین و تناز هم یه نکته‌ای داشتن انگار. آره، شاهین یه جورایی تناز رو بچگانه میدید. باز دوباره برمیگردیم به همین بحث بلوغ و انتظارات متفاوت. تعریف هر کس از بزرگ شدن و رفتار پخته چیه؟ و میلاد و زهرا اولش خیلی زوج با وقار و با اصالتی به نظر می رسیدن. درسته، خیلی متین بودن. ولی اون قسمتی که از میلاد پرسیدن اگه شانس دوباره داشت کی رو انتخاب میکرد؟ آره، اونجا یکم داستان عوض شد. دقیقاً. جوابهاش یکم دو پهلو بود. یعنی اون تصویر خیلی مطمئن و باوقار اولیه یه تراکایی برداشت. نشون داد که حتی تو اون ظاهر آروم هم ممکنه تردیدهایی وجود داشته باشه. بله، یا حداقل کنجکاوی نسبت به گزینه‌های دیگه.
اون بخش انتخاب مجدد کلاً خیلی جالب بود. خیلی. انگار یه آینه گذاشت جلوی همه. نشون داد خیلیا، حتی اونایی که راضی به نظر می رسیدن، ته دلشون شاید گزینه‌های دیگر رو هم سبک سنگین می کردن. دقیقاً مثل یک کاتالیزور عمل کرد. اون لایه‌های پنهان نارضایتی یا حداقل اون قطعیت نداشتن رو آورد بالا. فشار اون لحظه باعث شد واقعیت‌ها بیشتر خودشون رو نشون بدن. نشون داد چقدر انتخاب‌های اولیه میتونه شکننده باشه یا تحت تأثیر جو و احساسات لحظه‌ای باشه. شناخت واقعی زمان میبره. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این گفتگوها بهمون نشون داد که روابط چقدر پیچیدن، پر از لایه‌های پنهان شخصیتی، ترس‌ها، انتظارات ناگفته. از اون درگیری واضح علی و ماهرخ سر حریم شخصی تا اون تردیدهای شاید ناخودآگاه نگار در مورد سن یا جوابهای محتاطانه میلاد. دقیقاً. همه اینا نشون میده چقدر مهمه که از سطح عبور کنیم. همونطور که مهمه اسم کسی رو درست تلفظ کنیم تا به هویتش احترام بذاریم، شناخت آدم‌ها و روابط هم نیاز به همین دقت داره، نیاز به زمان داره. نباید سریع قضاوت کرد. خیلی راحت میشه گول ظاهر رو خورد یا بر اساس برخورد اول نتیجه گیری کرد. دقیقاً. و این شاید یه سوال خوب باشه که شما هم از خودتون بپرسید. چقدر تو زندگی روزمره، تو انتخابامون، تو قضاوتامون در مورد آدم‌ها واقعاً عمیق میشیم؟ چقدر فراتر از اون پوسته اولیه میریم؟ یا اینکه بیشتر واکنشامون به همون برداشتای اولیه و شاید نه چندان دقیقمون بستگی داره؟ این یه چیزیه که میشه بهش فکر کرد.